یکی از ویدیوهای تبلیغاتی حماس. ظاهراً برای نشان دادن رفتار مهربانانه‌شان با کودکان گروگان گرفته شده. در ورای این تصویر اما واقعیتی هولناک نهفته. مادر 33 ساله بچه‌ها عادی در مقابل چشم آنها کشته شده. ویدیویی هم که در اول گزارش دیدید از قرار پس از شلیک به عادی ضبط شده. بچه‌ها گروگان گرفته شده بودند، اما به دلایل مبهمی همان روز اول آزاد شدند. بازماندگان کشتار کیبوتس یا دهکده اشتراکی خولیت میگویند عادی و خانواده‌اش مثل خیلی دیگر از ساکنان این کیبوتس طرفدار صلح و تشکیل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل بودند. I woke up to this alarm that the Tseva Dom alarm that says that missiles are being. با صدای آژیر خطر بیدار شدم و گفتن که راکت‌های زیادی به سوی اسرائیل پرتاب شده. بعدش صدای عربی شنیدم. افرادی بیرون خونه عربی فریاد می‌زدن. چند دقیقه بعد به سوی پنجره خونه‌مون شلیک کردن. فهمیدم که اونا دور و بر خونه رو گرفتن. به داخل خونه شلیک کردن. من و خانواده‌ام خوش شانس بودیم. چون نیومدن داخل که ما رو از داخل پناهگاه گروگان بگیرن. این آخرین باری که عادی در مراسمی برای صلح می‌نوازد. من شخصاً به صلح باور دارم. به زندگی فلسطینی‌ها در اون طرف احترام قائلم. میخوام مردم غزه زندگی خوبی داشته باشن. ما با هم تو مزرعه کار میکردیم، با هم همکاری میکردیم. در اسرائیل به ما میگن دیوانه شدید چون ما میگیم صلح ممکنه. اینجا در تل‌آویو خانواده‌های گروگان‌ها همراه کسانی که تجربه مذاکره در گروگانگیری‌های قبلی را داشتند، گروهی اضطراری تشکیل داده‌اند به امید بازگرداندن عزیزانشان. بزرگی و جدی بودن بحران گروگان‌ها و تعداد زیاد آنها جامعه مدنی اسرائیل را مجبور کرد که دست به کار شود. در این ساختمان ما سعی می‌کنیم صدای خانواده گروگان‌ها شنیده شود. ما در هر کسی را که روی حماس تأثیر بگذارد می‌زنیم. از ابتدای گروگانگیری حماس از پروپاگاندا باز نمانده. این ویدیو همان روزهای اول منتشر شد. به ظاهر برای نشان دادن رفتار محبت آمیز جنگجویان حماس با مادران و فرزندان. این کفیره 9 ماه است. این آریل 4 سالشه. یفات دخترعموی زنی است که در این تصویر بود. 6 عضو خانواده او حالا در دست حماسند. دست ما به خون کسی آلوده نیست. ما به انسانیت باور داریم. می‌خواستیم زندگی آرومی داشته باشیم. حق نبود که این بلا سر خانواده‌ام بیاد. نباید این بلا سر کسی بیاد. تمام روستا توی 8 ساعت نابود شد. از 400 نفر فقط 160 نفر جون سالم به در بردن. Only 160 left. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear. نمیخوام این آخرین خاطره من از اونا باشه. پایان خوشی براشون میخوام. بیرون ساختمان وزارت دفاع اسرائیل خانواده گروگان‌های بیشتری جمع شدند تا بلکه صدایشان را به گوش همه از جمله مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل برسانند. خیلی ها اینجا معتقدند که نه حمله زمینی که نجات گروگان‌ها باید اولویت باشد. باید نیروهای میانه رو هم در فلسطین و هم در اسرائیل تقویت بشن. ما باید برای برقراری صلح دست به کار بشیم. ما نمیتونیم به همین منوال ادامه بدیم. خشونت، خشونت، خشونت.
وگرنه ما در دایره خونریزی و انتقامگیری چرخ خواهیم زد. هر خشونتی باید متوقف بشه. اما فضا اینجا تنش‌آلود است. این مرد سر خانواده تعدادی از گروگان‌ها فریاد می‌زند که شما حماس را درست کرده اید. میگوید در جنگ با حماس هزینه داده و کارت معلولیتش را نشان می‌دهد. در جواب به او میگویند حماس ساخته و پرداخته دولتی است که افرادی مثل تو ازش حمایت می‌کنند. اشاره‌ای به حمایت گروه‌های راست تندرو از دولت آقای نتانیاهو. عملیات زمینی یا بمباران غزه و یا نجات گروگان‌ها. شکاف در جامعه اسرائیل بر سر اینکه قدم بعدی چه باشد هر روز عمیق‌تر می‌شود. اما برای آنها که در رنج و دلهرند راه حل تنها یکی است. وقتی زن و 3 فرزند عویخای به دست حماس افتادند، او خانه نبود. بچه هامو میخوام، همسرمو میخوام. همسرم هر کاری برای من میکنه و منم همه کار برای زن و بچه هم میکنم. فکر کنم همه با این موافق باشن که خانواده‌ام باید برگردن. حماس چند گروگان را تا کنون آزاد کرده. اما بمباران غزه بی‌وقفه ادامه دارد و بحث‌ها بر سر اینکه عملیات زمینی کی انجام شود همچنان داغ است. اما هر روز که می‌گذرد و با هر بمبی که بر سر غزه فرود می‌آید، امیدواری برای این خانواده‌ها هم سخت‌تر می‌شود. نفیسه کوهنورد، BBC، مرز غزه.